بار دیگر سلام بگم به بینندگان رادیو آزادی و به همه اونهایی که همین لحظه ها با آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب پیوستن و ما رو تماشا دارن. شالوگو خوجا هستم. ساعت 10 با وقت پراگ با سرخط خبرهای روز در خدمت شما عزیزان و البته رسو بعد از 3 ساعت دیگر با شما ملاقات میکنیم در برنامه خبری با تفصیلات این مطالبی که حالا من برای شما خواهم گفت. برای آشوب زندان خوجند هم محبوسان و هم ماموریت زندان پاسخ میدهند. پروکورور گنرالی تاجیکستان همین لحظه ها در نزد وکیلان پالاتای بالایی پارلمان تاجیکستان حساب داده ایستاده است و یوسف رحمان میگوید در مجموع 33 نفر برای این آشوب همچون جوابگر در کرسی عیبداری نشستند. در بین متهمان از جمله کارمندان زندان نیز هستند و باید گفت که محکمه گمانبران در دادگاه شهر خوجند پشت درهای بسته میگذارد. هفته قبل اگر شما یاد داشته باشید گروهی از مادران محبوسان گمانبر در تشکیل آشوب محبس رقمی 3 خوجند با عنوان امام رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی و یوسف رحمان داستانی کل کشور نامه دادخواهی نوشته خواستار بررسی عادلانه قضیه فرزندانشان شدند و باید گفت که آشوب در محبس نظامش سنگین رقمی 3 شهر خوجند شب 7 به 8 نوامبر سال گذشته سر زد و مقامات میگویند در این حادثه بیش از 20 نفر محبوسان و ماموران محبس کشته شدند. البته به این موضوع ما در برنامه امروز داخل خواهیم کرد زیرا همکاران ما از جریان برگزاری جلسه وکیلان پارلمان بالایی کشور شرکت دارند و در اونجا خودشان حسابات پروکورور گنرالی را میشنوند. برای یک مشتری قرضدار همه بی برق میمانند. شرکت برق توجیک در اظهارات نوش دلیل برقکشی را در تاجیکستان شرح داده است. این شرکت با نشر یک مراجعه‌نامه رسمی از پورا پرداخت نشدن مبلغ برق و غیر قانونی استفاده گردیدن آن از طرف ساکنان کشور نگرانی میکند و برق توجیک میگوید در صورت زیاد شدن مشتریان قرضدار مجبور میگردند برای یک نفر برق یک دهه یا جماعت را خاموش کنند. در وزارت برق توجیک باز چی گفته شده است و چرا مسئولین آن از زیایان، معلمان و صنعتکاران و حتی امام خطیبان کمک خواستند در برنامه برایتان خواهیم گفت. ضمناً شرح رسمی مشکل بی برقی از جانب شرکت برق توجیک در حال صدا می‌دهد که سر از اول ماه مارس اکثر ساکنان در کشور از محدود شدن نیروی برق شکایت دارند و شما نیز همه روزه در این باره از ما می‌پرسید که کی لیمیت برق بکار کرده می شود. ما دیروز در این باره یک گزارش هم داشتیم و البته نظر برق توجیک نبود. اکنون امروز شما می توانید در برنامه به این سوالاتون پاسخ بگیرید. هنوز تصمیم نهایی گرفتن نشده است. مسئله بحث برانگیز بالاروی نرخ اینترنت مدت 1 ماه می شود سردرگمی را میان مقامات و شرکت های موبیلی به بار آورده است. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفت با طلب شرکت های موبیلی ارزش اینترنت را بازبینی دارد و روزهای نزدیک نرخنامه نو اعلان خواهد شد. این هم در حالی است که باید از روی قرار دیروز الکی اینترنت به ساکنان با نرخ نو پیشنهاد میشد. به نظر معاون اول رئیس خدمات ضد انحصاری نرخ اینترنت در تاجیکستان یکی از ارزان ترین ها در جهان می باشد و بیشتر کردن انداز از شرکت های موبیلی دلیل دیگری مقامات تاجیک برای بالا بردن نرخ اینترنت عنوان می شود. اما کارشناسان در یک میز گرد رادیو آزادی گفتند فعلا یگان دلیل ثابت وجود ندارد که به خاطر آن نرخ اینترنت در تاجیکستان باید 2 برابر گران کرده شود. صحبت کارشناسان در این باره را شما میتونید در برنامه خبری بعد 3 ساعت دیگر تماشا کنید. نگاه از دوشنبه به انتخابات اوکراین و یا اوکراینی های تاجیکستان کی رو پرزیدنت کشورشان دیدن میخواهند. تا انتخابات پرزیدنتی اوکراین 2 روز دیگر باقی مانده است. بعضی از اوکراینی ها از آن افسوس میخورند که در این معرکه سیاسی کشورشان شرکت کردن نمیتوانند تا به نامزد قابل اعتماد خود رای بدهند. چون به اطلاع سفارت اوکراین در تاجیکستان شهروندان اوکراینی مقیم تاجیکستان برای شرکت در انتخابات و رایدهی باید به سفارت اوکراین در ازبکستان روند. در این باره یک گزارش داریم و همچنین تلاش خواهیم کرد که پرده از چهره یکی از نامزدان به کرسی پرزیدنتی اوکراین ولادیمیر زلنسکی حجم نگاری شناخته این کشور نیز برداریم. و ما چند خبر دیگر نیز هست در دستمون که
дар барномаи хабари ҳатман пешниҳоди шумо хоҳем кард. аммо то он дам ман барои шумо як эълон дорам. бинандагони азиз, аз рӯзи душанбе, яъне сар аз 1 апрел аврупо ба вақти тобистона мегузарад. ин ба он маънист ки пахши мустақими суҳбату барномаи хабарии радиои Озодӣ 1 соат барвақттар пешниҳоди шумо хоҳад шуд. ба ҳамин тартиб аз рӯзи душанбе навиди бомдодиро дар Москав соати 8:00 саҳар ва дар душанбе соати 11:00 тамошо карда метавонед. сархати хабарҳои рӯз бошад ба вақти Москав соати 11:00 ва дар душанбе соати 13:00 тақдим мешавад. барномаи хабари соати 14:00 ба вақти Москав ва соати 16:00 ба вақти душанбе манзури шумо хоҳад гашт ва тамошои пахши мустақими барномаҳои моро аз даст надиҳед. ман шуморо баъд аз 3 соат дигар дар тавре гуфтам бозам пахши мустақим дар барномаи хабарӣ бо хабарҳои тоза ва гузоришҳои ҷолиб мунтазир мешавам.